به دل آفتابی ای محبت، به دل آفتابی ای محبت، به دست ما کتابی ای محبت، به دست ما کتابی ای محبت. شهرت ملت به عالم فیض استقلال ماست. باز استقلال دولت همپر و همبال ماست. شکر این دوران که از آن صلح و وحدت یافتیم. پیشرفت زندگی در روز و ماه و سال ماست. درود به شما بیننده های عزیز و ارجمند. برنامه آفتاب محبت منظور شما. امروز مردم سربلند تاجیک در آستانه عید باشکوه ملت، سالگرد جشن استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان قرار دارد. ما تمام مردم سربلند تاجیک را با این سنه مقدس و فرخنده شادباش گفته برای شما سعادت زندگی را تمنا میکنیم. برنامه آفتاب محبت منظور شما. ما را همراه باشید. به دست ما کتابی ای محبت. بیننده های عزیز و ارجمند، به استودیو ما یک گروه مهمانان ارجمند را دعوت کردیم تا که از دستاوردهای بزرگ استقلالیت برای ما و شما حرف زده باشند. هم صحبتی من هستند یک تن جوان صاحب تفکر با استعداد که امروز ما افتخار میکنیم که از ولایت سوخت همچون یک وکیل مردمی فعالیت میبرند و نقش خیش را برای نفع جمعیت میرسانند. میخواستم بابت دستاوردهای خیش حرف میزدید. البته استقلالیت برای جوانان ما در خیش را باز کرد. استقلالیت بهترین دستاورد تاریخی ملت کهن بنیاد تاجیک است که با خرد ازلی و راهبر خردمند تاجیکان جهان، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به خلق تاجیکستان و آسانی به دست آمد. بعد از نائل گردیدن به استقلالیت دولتی به سر مردم تاجیک جنگ تحمیلی شهروندی به وقوع پیوست که محض دیپلمات عالم شمول پیشوای معظم ملت بود که جمهوری تاجیکستان را از ورطه خرابی نجات بخشیده برای زندگی شایسته کل ساکنان تاجیکستان شرایط مساعد فراهم آورده شد. امروزها مردم شریف تاجیکستان در آستانه 34مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان قرار دارند که برای به 34 سالگی رسیدن این وطن آزاد و صاحب استقلال ما، پیشوای ملت و کل ساکنان مملکت زحمت‌های خیلی زیاد کشیدند و امروز با زحمت‌های شبانه روزی پیشوای معظم ملت و خلق تاجیکستان و کل ساکنان مملکت شرایط خوب و زندگی فراهم آورده شده است. در این سالهای صاحب استقلالی برای رشد نموی جوانان خیلی کارهای زیاد کرده شد. شما جوانای ما خوب آگاه هستند که در طبق آمارهای رسمی اگر در سال 1991 در جمهوری تاجیکستان 13 عدد دانشگاه عالی باشد، عین حال 48 عدد دانشگاه های عالی فعالیت میکنند که همه برای تعلیم و علم فرا گرفتن نسل جوان مهیا کرده شده است. امروزها زیاده از 214,000 جوانان ما در دانشکده و دانشکده های داخلی کشور و زیاده از 42,400 نفر در دانشکده های پیشرفته 42 دولت دنیا به علم های پیشرفته فرا گرفته شده ایستادند و برای باز هم همه جانبه رشد یافتن فرهنگ زیبایی پرستی و میهن پرستی جوانان در مملکت آزمون های خیلی زیاد با اقدام های پیشوای معظم ملت اعلان کرده شده است که امروز جوان های ما برای علم آموختن، به ورزش فرا گرفته شدن، به فرهنگ، به کتابخوانی، همه شرایط ها برای جوانان ما فراهم آورده شده است. امروزها جوانای ما حفظ ملیشون خیلی بلند گردیده است و دولت و ملت را در عرصه بین المللی حمایه میکنند
و خود را پیروان صادق پیشوای معظم ملت شماریده در تمام المپیاده و مسابقه های بین المللی پرچم دولتی صاحب استقلال ما را بالا می‌بردارند و پیشوای معظم ملت در همه برآمدهایشان دائما قید میکنند که جوانهای دوران صاحب استقلالی از جوانهای سالهای 90 خیلی فرق میکنند، کلا فرق میکنند. آنها وطن را دوست می‌دارند، از جهت سیاسی خیلی زیرک هستند و مرز و بوم مقدس وطن عزیزمان را شبانه روزی حمایه کرده ایستادند. امروز جوانان ما مردم پیر و برنا طبل شادی میزنند که در فضای آباد و آزاد زندگی میکنند. تاجیکستان ما را امروز در عرصه سیاست در دولتداری زیاده از 200 مملکت های مترقی دنیا میشناسد که این هم باشد با شرافت پیشوای معظم ملت با پافشاری های جناب عالی محترم امام علی رحمان تاجیکستان ما در عرصه سیاست نامور گشته است. تشکر میگم. البته ساحه معارف در دوران صاحب استقلالی کشور رشد کرد، پیش رفت و امروز آموزگاران خیلی شاد هستند که در دوران صاحب استقلالی چقدر همه ساله معاش آنها زیاد می شود که باز هم روح بلند می شوند. آموزگاران ما پی تربیه و تدریس آیندگان ملت می شوند. می خواستم معلم ارجمند در همین بابت که شما آموزگار هستید، زن هستید، مادر هستید، نقطه نظر خویش را بیان می کردید. مرحمت. تشکر زیاد. هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان، هر یک تاجیکی روی زمین از آن انسان‌های خوشبخت‌ترین هستند، خوش‌طالع هستند که صاحب کشوری آرام، آباد، آزاد و همین گونه راهبری خیلی که قید کردن خردمند و عاقل و دانا هستند. اگر همین به صحیفه تاریخ نگاه کنیم، تقاضا با دوره شوروی گوییم. حاضر خود من دلیل آوردن درباره دانشکده ها البته اثبات آن است که محض در دوران صاحب استقلالی معارف دولت حکومت به ساحه معارف همچون به ساحه کلیدی جوهری همچون ساحه‌ای که برای رشد من بعده دولت به شک و شبهه اساس است نقطه نظر یا نگاه دارم. زیرا من سنه 30 سخنرانی پیشوای معظم ملت اساسگذاری صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان چون رمزی در عرفه روز دانش برگزار گردید. همچون یک زن، همچون مادر، همچون بیبی، همچون یک آموزگار که سابقه 37 سال دارم، هر حرفشان رو گوش کردیم، تماشا کردیم. هر حرف برای هر یک آدم، چی آموزگاری سابقه دار، چی آموزگاری جوان و خواننده والدین، یک دستوری خوبی است که راه آن کس را روشن می‌گرداند. ببینید دستاوردی صاحب استقلالی را که جوانان آینده ملت هستند. یک جوان سخنرانی نمودن، فکر و عقیده‌شان با پرزیدنت معظم ملت ارائه نموده، گفتن که من داننده 4 زبان هستم. بله. این است دستاورد استقلالیت ما. امروز مکتب‌های عمومی و مکتب‌های خصوصی هستند. ببینید قریب که فرق آنها نیست، لیکن همه این نشان داد یا دستاورد استقلالیت است که روی به علم آوردن، به سواد آوردن، به بهتری و معنویات آوردن. آن ملتی که معنویات بلند دارد رشد میکند. ببینید استقلالیت دولتی چی نتیجه دارد؟ چی راهبر چگونه راهبری نمایند؟ زیر دستای و باشندگان همین گونه پیروی میکنند. شخصا من وقتی که از سنه 31 محترم پیشوای معظم ملت در دولت چین قرار داشتن، وقتی که از همون طیاره میفراین قدم میزدن، من همین قدر حسیات به من فرا گرفت که افتخار از همین دولت و از همین سرور. بله. اکنون بینید اگر پدر مادر به عفت و به معنویات باشن، فرزندا چگونه تربیه مییابند. اگر راهبر همین گونه باشن، من همین گونه شخصیت های راهبری میکنن، هدایت میکنن. وقتی که
بینید با هر یک سران دولت ها در علاهیدگی صحبت برگزار کردن، یکدیگر را به آغوش میگیرن. این است افتخاری ما. وقتی که پی هم می ایستن پهلوی سیاستمدارای بزرگ دنیا، پیشوای معظم ملت ما ایستادین، به شک و شبهه سیاستمدار بزرگ جهانی هستند. این است دستاورد استقلالیت. ببینید در شهر خوجند پی هم سنگ اساس به این مؤسسه تعلیمی یا آن مؤسسه تعلیمی گذاشته ایستادن. سرفرازگردانی و قدرشناسی آموزگاران که از شهر خوجند با عنوان‌های و نشان‌های سری سینگی قدردانی کرده شدند. این است دوران صاحب استقلالی که زن، مادر آزاد هستند. هر یک انسان آزاد است که چی کاری که میکند از قانون نمی براید. همه چی امکانات است، به مانند آنه که شب تاریک است و لیکن رنگ روز روشن است. ما از این فرصت استفاده برده گفتنی هستم که زنده باشد تاجیکستان عزیز، زنده باشد همین کشور ما، زنده باشند پیشوای معظم ملت ما. همه شهروندان خانه آباد دارن، چهره کشاده دارن، خانه گرم، نان خوردنی، هر که گندم پر خانهشان گندم است. از این دیگه چی نعمت است که با آدم آرزو کند؟ باوری دارم پهلو به پهلو ایستاده برای سازندگی این کشور، بنیاد بودن و آباد بودن و تنج بودن آن. سیاست پیشوای معظم ملت، دولت، حکومت رو پیوسته پیگیری میکنن، برای اجرایش آن کوشش می نمایند. در ساحه معارف نیست، آموزگاران که اکثریت زنها تشکیل میکنن، همیشه در فکر آن هستیم که چیکار کنیم و نسل آینده خوب به وای رسانیم. بله. یک بار دیگر عید مبارک برای همه. تشکر جهانی، سپاس میگویم. البته آموزگاران ما دستشان درد را نبیند، چون که پاره دل را به کودکانشان میدهند، به نورسان، به جوانان، به خوانندگانشان خونی جگر کم میکنند تا یک کودک را صاحب علم و صاحب معرفت گردانند. باشد که تاجیکستان ما در عرصه همین علم و معارف هم پرچم بردار باشد. تشکر میگم. البته در دوران صاحب استقلالی کشور معنویت ما، فرهنگ ملی ما بالا رفت. اطلس و ادرس و چکن و آش پلاو به فهرست سازمان ملل متحد وارد شدند که این افتخار ما است. پیشوای معظم ملت کتاب تاجیکان را باز هم به خاندان هر یک مردم تاجیک و تاجیکستانی تقدیم کردند. امروز شاهنامه تقدیم می شود که این افتخار ما است. استاد مرحمت، اندیشه شما. در زمان شوروی تاجیکستان همچون یک جمهوری هیئتی اتفاق شوروی موجود بود، لیکن در بیرون از اتفاق شوروی تاجیکستان فقط با یک چیز میشناختند، همین هم با کوه پامیر. تاجیکستان در جا گفتند پامیر میگفتند. مردم خارجی همین خیلی اندیشه داشتند. امروز در خارجه مردم تاجیکستان رو میشناسند. چند پیش از یک سفری دولت عرب مهمان ها آمدند، مهمان هایی سفر کرده آمدند و آنهایی که به کشورهای عرب به سیاحت رفتند وارد یک مغازه شدند و ها پرسیدند تاجیکستان؟ عرب ها پرسیدند، گفتند تاجیکستان. تاجیکستان به پیش، عرب ها تاجیکستان به پیش، تاجیکستان به پیش. یعنی یک سخنی پیشوای ملت که در همون مسابقه فوتبال تمام دنیا شده، تمام عرب ها علاقه همین ازیاد کردند. و در شبکه‌های فیسبوک می‌بینیم که مثلا هم قزاق ها، هم مثلا ازبک ها، هم روس ها وقتی که گپ درباره تاجیکستان می‌رود آخری خودشون با حتما میگن تاجیکستان به پیش، که یک شعاری دوری استقلالیت است. شعاری هست که ملت دولت ما به پیش میبرد، هویت ما رو. بله. ببینید در جهان چندین ملت ها هست که شمارشان شاید از مقدار تاجیک ها زیاد باشد، لیکن دولت ندارند، دولت مستقل خودشان ندارند. بله. و ما شکرانه باید کنیم که ما همین خیلی دولت داریم، گرچند که مثلا حدودی دولت ما خرد است، لیکن ما صاحب دولتیم. به شرافت تاجیکانی که در تاجیکستان زندگی میکنند، تاجیکانی تمامی روی عالم خرسند هستند، شاد هستند، فخر میکنند که ما صاحب دولت هستیم و به تاجیکستان به دوشنبه همچون به یک
قبله مراد نگاه میکنند. اون قبله مراد تمام تاجیکان جهان دوشنبه است، تاجیکستان است. و دیگر از نقطه نظری خودشناسی ملی، از نقطه نظری تاریخ را دانستن، امروز تفکر مردم خیلی زیاد شده است. اگر که مثلا سال 1999 خوب 1100 سالگی سامانیان باشد، مردم به یک حیرانی نگاه میکردند که این خیلی دولت بوده است. همین فکرهای ما خودم هم شنیده هستم. لیکن بینید که دوره به دوره علاقه پول ملی ما سامانی شد. یعنی این معنای آن را دارد که استقلالیتی ما تاریخ کهن دارد. ما از دوره های قدیم، از دوره های پیش صاحب استقلال بودیم و تاریخ باز یک بار دیگر استقلالیتی نو بخشید. 34 سال در نزد تاریخ هیچ است. بگذار که 3000 سال دیگر صاحب استقلال باشیم، از این هم زیاد صاحب استقلال باشیم. و یک جهتی که جهتی خاصی که تاجیکستان معرفی گشت در عرصه عالم، در رویخطهای یونسکو وارد گشتن عنصرهای فرهنگ ملی ما بود. یعنی سه خیل رویخط است. رویخط میراثی مادی هست، رویخط میراثی معنوی، یعنی معنویش در حجت‌های بین الخلقی یعنی غیر مادی میگویند، و میراث طبیعی هست. یعنی بیشه پلنگان و این دفان یغنا اینها همش برای خط میراث طبیعی، یعنی طبیعت تاجیکستان جهان همچون جای بهترین اعتراف کرده است. و دیگر خوب میراثی مثلا مادی، خوب چند انشاءات تاریخی در پنجکند و چند پیش هولبوک به این روی خط وارد کرده شد و وقتی که به همین روی هولبوک را به روی خط وارد کردن، این کار آسان نیست، به نظر آسان می‌نماید. نماینده های زیاده از 100 دولت دنیا و بحث میکنند، مجادله میکنند و این بینید که مثلا اعتراف کردند. خوب یونانی ها گفتند در اینجا اصل الینیزم ما هم هست، از این نقطه نظر دستگیری کردند و حتی مثلا نفرانی که از نقطه نظر ایدئولوژی بر تاجیکستان مثلا بعضی اختلافات داشتند دیگر دولت ها، آنها هم با یک قناعتمندی این چیز با آواز دادن در همون جلسه و این قبول شد. این زحمت آسان نیست. این پیش از همه مثلا نشان دهنده آن است که استقلالیت ملتی ما دیگر ملت ها اعتراف کردند و در برابر اعتراف کردن دستاوردهای ما دستگیری میکنند. یا اینکه مثال دیگر کی در خاطر کی میرسید که یک نفر تاجیک میبراید در منبر سازمان ملل متحد سخن میکند، پیشنهاد میکند و پیشنهادهای مثلا او قبول میشود، پیشنهادهای جناب عالی قبول گردید و همچون یک پیشوا راهبر تاجیکستان مثلا در سطح جهانی هم اعتراف شدند که این هم استقلالیت است. امروز زبان ما زبان دولتی است، اندیشه ما اندیشه دولتی است، یعنی ما صاحب خود ما هستیم. همین خیلی هستیم که تقدیر سرنوشت خود ما به دست خود ما میسازیم. خوب امروز بچهای نگاه میکنید اینجا هم خیلی صحبت شد، گفتند ذکر کردند امروز جوانایی داریم که واقعا به چند زبان سخن میکنند، به زبان چینی سخن میکنند. در چین دانشجوهای خود فاکولتت ما رفتند تحصیل میکنند، حتی در چند سازمانهای بین الخلقی داخل چین فعالیت میبرند و همچون تاجیکستان آنها میشناسند. یا اینکه در آزمونهای بین الخلقی bayrak تاجیکستان برداشته میشد. خب نه فقط در ورزش، در مثلا چاره‌بینی های علمی فرهنگی، یا که در همان چاره‌بینی که امروز هم مثلا آغاز دارد، دوغیش دارد، یورویدینی، یک نفر تاجیک خودمون برآمد، غالب برآمد و امسال باز اشتراک میکند. یعنی این فخر کردن ما در کار است که و وقتی که همون فاروق حسنوف که همون آوازخوان دفعه اول برآمده بود روی راست گفت که شما آگاه باشید، تاجیک‌ها فقط ساختمان را نه سرود هم خوانده میتوانند. که این همین گونه یک نداهای وطن دوستانه، نداهای از فرهنگ ملی خودش انسان مثلا بای شدنش، این نشانه آن است که ما استقلالیت فرهنگی خود ما کسب کردیم. لیکن یک چیز را باید از خاطر فراموش نکنیم، افتخار بی اساس بی زمینه و فقط گپ می شود. انا کنون برای آنکه افتخار ما واقعی باشد با پیشنهاد پیشوای ملت نبینید آزمونی فروغ سپی دانای کتاب است، کتاب می خواند. چندین نفر
مثلا همین در دوره ولایتی که همچون حکم اشتراک کرده بودم، یک نفر کودک حالی به سن 7 برآمده است، با 4 زبان شعر میخواند، با مثلا زیاده از 100 اثر از بر کرده است، اثرهایی که مثلا بعضا کلانسا خواندن به خوب حفظ کردن نمیتونه، لیکن همین صاحب استعدادها داریم. خودشناسی ملی ها ما زیاد شد، ولی آزمونی که نو اعلان شد شاهنامه خواندن، یعنی که به هر خاندان تقسیم شدن و زن اگر شاهنامه خواند پهلوان می شود، مرد خواند اگر و شاهنامه میدانید چی می شود، چون اونقدر صاحب غرور می شود، اونقدر پهلوان می شود، اونقدر وطن دوست می شود که خوب به تصویر کردن نشد، لیکن خواندن در کار است. یعنی همین آزمون ها، یعنی که پهن کردن کتاب تاجیکان یا کتاب قرآن، ترجمه کتاب قرآن، همین مقصدش همین است که زمینه های معنوی استقلالیت ما مستحکم گردد. یعنی که جشن های ادیبان و شاعران و مثلا 3000 سالگی اوستا، 2700 سالگی کلاب، 3000 سالگی سال، همین مقصدش همین است که ما از جهت معنوی استقلالیت وجود داریم و خوشبختانه همین نتیجه هاش هست، ثمره هاش هست. استقلالیت معنوی، استقلال فرهنگی داریم و این رویه بهتر شده ایستاده است. یعنی ما باید از استقلال فخر کنیم، همچون نعمت بیگزند، همچون نعمت بی‌بها آن را حفظ کنیم، چون که برای هر یک تاجیکستان این وظیفه است، مسئولیت است، حفظ کردن و نگاه داشتن استقلالیت ملی خودمان. سلامت باشید استاد ارجان. البته در دوران صاحب استقلالی کشور فرهنگ و صنعت ملی تاجیک خیلی رشد کرد. در پهلوی ما هنرمند مردمی جمهوری تاجیکستان، هنرمند خلقی جمهوری ازبکستان تلقینجان تاجیبایف قرار دارند و شما توانستید صنعت والای مردم تاجیک را در جهان معرفی کنید و امروز هواداران شما نه تنها در تاجیکستان، بیرون از آن در ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان، ترکمنستان، زیاده از دولت‌های آسیای مرکزی هستند که افتخاری ملت تاجیک است. می‌خواستیم که یک دستگلی زیبای ترانه خیش را بهر مخلصانتان اهدا می‌گردید، همچون یک تحفه جشن استقلال. مرحبا. در زمین عکس سمایی، در سما عکس زمین، در زمین عکس سمایی، در سما عکس زمین، تاجیکستان شکوفا ای بهشتی نازنین، وقتی ما چون آفتابت در وطن پاینده باد، با طلوع زرحلین و با غروبی آهرین، با طلوع زرحلین و با غروبی آهرین، تاجیکستان شکوفا ای بهشتی نازنین. سعادت میهنی مردان پاک، فیض آزادی ترامی روی دست احسان پاک، میهنی عشق و محبت ملتی صاحب جمال، میهنی آزاد مردان با فروغی جان پاک، میهنی آزاد مردان با فروغی جان پاک، تاجیکستانی شکوفا ای بهشتی نازنین.
سرشتینی که ماست تاجیکستانی بهشتی سرنوشتینی که ماست ملتینی که منیشی ما چو استقلال یافت این همه پیروزی ما خود کشتینی که ماست این همه پیروزی ما خود کشتینی که ماست تاجیکستانی شکوفا ای بهشتی نازنین ای بهشتی نازنین. جهانی سپاس، صدایتان خسته نباشد. با دستی ما کتابی ای محبت. امروز روزنامه‌نگاران، ادیبان، شاعران، من اهل قلم، اهل ایجاد خیلی سربلند هستند، افتخار میکنند و قدرشناسی میبینند از طرف دولت و حکومت. میخواستم که در بابت همین ایجاد خیش که امروز قلم شما البته قلمی سازنده است، قلمی سبز است، میخواستم که در همین مورد فکر خیش را بیان میکردید. امروز هر یک شهروندی تاجیکستان میخواهد که یک نامه پیامک زیبای پر از مهر خود را در بابت پیشرفت تاجیکستان خیش، در بابت استقلالیت وطن گفته باشد، نوشته باشد. همین طور نه مرحمت. کمینه به حیث سردبیر روزنامه حزبی نگاه خلق کار و فعالیت میکنم و چون نشریه حزبی است و ما کوشش میکنیم که بیشتر در این اکاسی ترغیب و دستور و سپارش های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان مسئولیت بیشتر داشته باشیم و روزنامه نگاه خلق یکی از جریده های زمانی صاحب استقلالی است و خوشبختانه در یک مدت کوتاه توانست که فضای خود در مقیاس ناحیه، ولایت و جمهوری پیدا کند و تعداد روزنامه هم روز از روز بیشتر شده ایستاده است و همچنین باعث افتخار است که شبکه فیسبوکی روزنامه نگاه خلق در این اکاسی مطالب های حزبی پیشرفت است و قریب که زیاده از 10,000 پیروان خود دارد و همه روزه ترغیب دستاوردهای زمانی صاحب استقلالی در صحیفه های همین صحیفه انعکاس می‌یابند و حرکت و کوشش میکنیم که هرچی بیشتر دستاوردهای زمان استقلال ترغیب و تشویق نماییم و رسالت ایجادکار پیش از همه در آن است که باید همزمانی زمانه باشد و حرکت و کوشش کند که دستاوردهای زمانی صاحب استقلالی، دستاوردهایی که در مملکت به وقوع می آیند باید انعکاس کند و باوری داریم که اهل قلم به تفاوت نیستند و کوشش و تلاش های روزنامه نگاران، شاعران در انعکاسی کارنامه به واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی بسیار در سطح خوب و عالی است و چنانه که مثلا به استفاده داده شدن نیروگاه بزرگی آبی راغون که یکی از دستاوردهای مثلا زمانی صاحب استقلالی محسوب می‌یابد، اهل قلم نیز با قلم خود حرکت میکنند که همین دستاوردهای انعکاس کنند، رسالت خود را هم با سربلندی اجرا نموده ایستادند. البته مردم امروز خیلی خوشحال هستند که تاجیکستان ما برابر صاحب استقلال شدن، زینه به زینه هم سطح زندگی هم دانش جوانان بالا رفته ایستاده است. نظر شما؟ تشکر زیاد. طوری که همه ما آگاه هستیم سنه 2 مارت سال جاری انتخابات برای انتخاب وکیلان پارلمان و وکیلان مجلس های محلی، وکیلان خلق دایر گردید. در پارلمان مقام عالی قانونگذاری کشور جوانان زیاد از جانب خلق پذیرفته شدند و
زیاده از 18 نفر زنان جوان و زنهای با تجربه مملکت در مقام نمایندگی کشور در مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان فعالیت میکنند. این توجه خاصی پیشوای معظم ملت است که امروزها جوانان پیشقدم و پیش آهنگ جامعه در مقام عالی قانونگذاری کشور پذیرفته شدند، پیشنهاد کرده شدند و من نیز با پیشنهاد رئیس معظم حزب خلق دموکراتی تاجیکستان پیشوای ملت از حوزه یگانه عمومی جمهوری از حزب خلق دموکراتی تاجیکستان برای نایل گردیدن و کرسی وکیلی پیشنهاد کردیدم و با دستگیری مردم شریف تاجیکستان که حزب خلق دموکراتی تاجیکستان آواز زیاد گرفت و ما جوانان دوران صاحب استقلال همه شبانه روزی باید زحمت کشیم که همین صاحب دولت ملی خود ما هستیم. پیشوای معظم ملت برای همین روزی با سعادت ما شبانه روزی خدمت کردند و ما با دستور هدایت‌های پیشوای معظم ملت و قرار شورای مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان از 25 آگوست سال 2025 تحت رقم 283 و جدول تصدیق نموده رئیس ولایت سوغد محترم رجب احمدزاده وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان به شهر و نواحی مملکت فرستاده شدند و خوشبختانه من در شهر بوستان در عرفه 34 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با ساکنان مهنتکش شهر بوستان ملاقات ها کرده ایستادیم. امروز ولایت، شهر، همه جمهوری ما به استقبال جشن مقدس ملی 34 سالگی استقلالیت قبای تازه بر کرده است. در کوچه و محله و اداره ها جشن ملی استقلالیت با تنتنه جشن گرفته شده ایستاده است و من نیز شاد شریک جشنی ساکنان شهر بوستان هستم و هر روز در واخوری ها همه از پیشوای معظم ملت از دستاوردهای بی‌نظیری دوران صاحب استقلالی استقبال میکنند و شکرگزاری از پیشوای معظم ملت از تقدیر میکنند که ما امروز با یک راهبر خردمندی که توانستند ملت تاجیک را به جهانیان معرفی کنند و دیپلماتی پیشرفته عالم شمول آن کس که پیشنهادهای پیشوای معظم ملت از جانب جامعه جهانی پذیرفته می شود و جانبداری می نمایند که این باعث افتخار کلی ساکنان تاجیکستان می باشد. استقلالیت تاجیکستان عزیز ما 100 ساله ها 1000 ساله ها قید کرده شود. این چونکه آرزوی 1000 ساله مردم تاجیک بود، صاحب استقلالی وطن، صاحب استقلالی کشور. امروز با تلاش پیشوای معظم ملت تاجیکستان ما روز از روز به پیش می رود، می شکوفد. چخیل که پیشوای معظم ملت میگن امروز ورد زبان مردم دنیا شده است تاجیکستان به پیش. ما هم تمنا میکنیم، آرزو میکنیم که جوانان ما جوانان سازنده باشند، پاینده باشند، پوینده باشند در جاده علم، در جاده فعالیت، نامبردار ملت باشند و هر کاری که میکنند تنها به منفعت خلق باشد. اینجا رسیدیم بیننده های ارجمند به فرجام برنامه. بار دیگر جشن سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان برای شما مبارک باشد. بدل آفتابی ای محبت، بدل آفتابی ای محبت، به دست مکتابی ای محبت، به دست مکتابی ای محبت.